بسم الله الصلاة والسلام علی رسول الله. بینندگان گرامی قدر، میخواهم چند لحظه مهمان حضرت فاروق گشته باشیم و از حیات این مرد میدان چند دقیقه خوانده باشیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عمر را در زندگی بشارت بر جنت دادند. حضرت عمر یکی از 10 یار بهشتی است و کدام عملهای عمری بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را بشارتی بر جنت دادند. چند ورق زده باشیم، چند جمله از حیات حضرت عمر خوانده باشیم تا برای ما درس عبرت گشته باشد. حضرت علامه اقبال راحلی میفرماید: تازه کن آیین صدیق و عمر، چون صبا بر لاله صحرا گذر، تاز صدیقان این امت شوی، بحر دین سرمایه قوت شوی. حضرت علامه میفرماید که از نو زنده کرده باشید حیات ابوبکر را، حیات عمر را رضی الله عنهما، و تا اینکه صدیق این امت، تا اینکه عادل در این امت گشته باشید. و ببینیم که چگونه حضرت عمر زندگانی داشت. روز در خلافت خود، در زمانی که حضرت عمر خلیفه بودند، به سوی اهل عائله خود یک خطاب زیبایی کردند. حضرت عمر چنین عادت داشتند که اگر یک امری را می‌خواستند صادر کنند برای امت اسلام، اون عمل را اول در خود تطبیق می‌کردند و در اهل عائله خود تطبیق می‌کردند و بعداً برای دیگران او را امر می‌کردند. یک روز به سوی اهل عائله خود خطاب کرده فرمودند که یا آل عمر اتقوا الله. به سوی خاندان خود گفتند که از خدا بترسید. این یک جمله زیبا هست که یک نفر دیگر را با این جمله میتواند انسان به یاد خداوند آورده باشد. و چرا حضرت عمر این جمله زیبا را به سوی خاندان خود گفت؟ و در دوام این میفرماید که لأن الناس ينظر الیکم کما ينظر الطیر الى اللحم. زیرا مردم چنان هستند، همچنان هستند که یک پرنده از آسمان، از بلندی اگر گوشت را دید، چشم خود را از اون گوشت دور نمی کند تا همون گوشت را لقمه خود گرداند. و این مثال را حضرت عمر برای خاندان خود آوردند که شما اگر اهل تقوا باشید، رعیت، مردمی که در اینجا زندگی دارند از اهل تقوا میگردند. اگر شما خدای نکرده ظلم کرده باشید، شما اگر کارهای زشت کرده باشید، مردم هم شما را دیده غیرت میکنند که تا کار گناه و کار ظلم را بر دیگران کرده باشند. به این خاطر حضرت عمر تعلیم دادند برای اهل عائله خود که از خدا بترسید. و دوستان گرامی، این مهم است که در بین صحابه این رایج بود که به یکدیگر این جمله را میگفتند که اتقوا الله، از خداوند بترسید. حتی میبینیم که یکی از صحابگان در زمان خلافت حضرت عمر نزد حضرت عمر داخل می شود و این را میگوید که یا عمر اتق الله، ای عمر از خدا بترس. و این چنین میگویند که ای عمر نشود که گفتار تو خلاف رفتارت باشد. هر چیزی که گفته میکنی در برابرش باید عمل داشته باشی. ببینه این نصیحت‌هایی را که یک صحابه گویم که عادی می‌دراید نزد خلیفه مسلمان ها، برای او نصیحت را میرساند. دین ما خود نصیحت است. حضرت حسن بصری میگوید که لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. اگر اهل علم نباشد، نصیحتگر نباشد، انسانها مانند چارپایان میگردند. به این خاطر برای هر یک مسلمان مهم است که یکدیگر را به یاد خداوند آورده باشند. اگر در کدام کار گناه آنها را میبینند، باید خدا را به یاد آنها آورده باشند تا اینکه از این کار زشت دست کشیده باشد. و دیگر ببینید عدالت عمری را که
پیامبر او را از اهل جنت گفتند. چنین بود که روز میگوید شکم حضرت عمر صدا برآورد و به سوی شکم خود حضرت خطاب کرده گفتند که سویتی او لا تسویتی لن تذوق اللحم حتی تشبع اطفال المسلمین. گفتند به سوی شکم خود که اگر صدا بلند میکنی یا نه تو سیر نمیگردی تا زمانی که مسلمان ها، اطفال مسلمان ها، کودکان مسلمان سیر نکرده باشند. تو با امید این نباش که تو را من برای تو طعام آماده میکنم از گوشت تا اینکه دیگرها گوش نباشند و تو سیر. این را حضرت عمر قبول نکردند. این بود عدل عمری که پیامبر رحمت میفرماید که لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اگر بعد از من پیامبر میشد حتما که حضرت عمر بود. دوستان گرامی، از این قصه کوتاه ما میتوانیم برداشته باشیم که عدل عمری را بیاموزیم، این چنین اخلاق عمری را و از حیات حضرت عمر، از حیات حضرت ابوبکر رضی الله عنهما و این چنین از حیات صحابگان یک ورق زده باشیم و خبردار باشیم که گذشتگان ما چگونه زیستند تا اینکه در دنیا و در تاریخ نام خود را به نیکی گذاشتند. الله مهربان از غیرت صحابگان گرام، از تقوای آنها، از ایمان آنها به ما نصیب عطا فرموده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.